سرخط خبرهای مهم: مشتزن تاجیک به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. یک زن برای حمایت از قطع تجاوز خود را از تیره‌زن به بیرون پرتافته است. و چین از طالبان خواست حمله به شهروندانش را در مرز تاجیکستان تحقیق کند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. اخبار تاجیکستان و جهان را دوامی چند دقیقه بعدی برایتان تقدیم میکنیم. امروز جمعه 12 دکبر. برنامه را از یک خوشخبری ورزشی آغاز میکنیم. خسروخان رحیموف، یک مشتزن تاجیک، بر رقیب خود خوجانظر نورتاجیف مرسن از ازبکستان پیروز شد و به فینال مسابقات قهرمانی جهان برآمد. در این نبرد که چند ساعت قبل در امارات متحده عرب برگزار گشت، ورزشگر تاجیک 5-0 حریفش را ناکام کرد. همکنون خسروخان رحیموف برای مدال طلای مسابقه مبارزه میبرد. فدراسیون مشتزنی تاجیکستان خبر داده است که خسروخان اولین مشتزن تاجیک در تاریخ است که به فینال قهرمانی جهان راه می‌یابد. در مسابقات قهرمانی مشتزنی جهان که در شهر دوبای جریان دارد، تاجیکستان را 13 ورزشگر نمایندگی می‌کنند. در دوشنبه جوانی را برای تلاش تجاوز به ناموس یک زن بازداشت کردند. بنا به اطلاع پلیس پایتخت، حادثه روز 6 دکبر در یک مهمانخانه شهر رخ داده است. منبع گفته است مرد 35 ساله زن را با راه فریب به آنجا آورده با راه زورآوری قصد تجاوز کرده است. به نوشته پلیس دوشنبه، زن برای حمایت خود را از تیره‌زن حمام مهمانخانه به پایین پرتافته است. در نتیجه زن آسیب دیده است. جزئیات حادثه و نظری جانب‌ها معلوم نیست. مقامات نسبت مرد با 2 ماده قصد جنایت و تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. خبرها درباره تجاوز به ناموس و دستدرازی و زورآوری به زنان و دختران در تاجیکستان هر سر وقت رسانه‌ای می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان تصدیق کرده است که در کشور زکام نوی هنگ کنگ و H1N1 یا زکام خوک دامن پهن می کند. مسئولین این نهاد به خبرگزاری ازیا پلوس گفتند این ویروس ها موسمی و برای تاجیکستان نو نیستند. نشانه های این دو نوع زکام به هم مانند بوده: از تب بلند، درد شدید سر، کم قوتی، سرفه خشک و درد گلو عبارت است. در این نهاد گفتند جای تشویش و نگرانی وجود ندارد، اما ساکنان و برخی از طبیبان در کشور هفته های اخیر از خروج زکام خبر می دهند که نشانه های آن قبلا مشاهده نشده است. متخصصان توصیه می دهند که در حالت پیدا شدن این بیماری مخصوصا به کودکان باید توجه خاص ظاهر شود. تاکید شده است که ساکنان از طبابت خودسرانه، خودداری و سری وقت به دکتران مراجعت کنند. فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، روز 10 دکبر در نشست شورای امنیتی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه‌های نزدیک مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه ظرفشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین و شرکت راهسازی در ناحیه درواز کار می‌کردند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گوچ ریزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمام چاره‌های ضروری را بیاندیشند. فیلم کارگردان ایرانی شهرام موکری خرگوش سیاه خرگوش سفید که از جانب تاجیکستان به جایزه با نفوذ سینمایی اسکار پیش بینی شده بود، برنده جایزه نارگیل طلایی برای بهترین فیلم از جشنواره هایونان چین شد. در این باره شهرام موکری در صفحه اینستاگرام خود خبر داده است. درامای دتکتیوی در تاجیکستان نوارگیر شده 3 قصه از هم جدا را بازگو می‌کند که در یک ماجرای اسرارآمیز به هم می‌پیوندند. تا امروز این فیلم جایزه ویژن ایژن اوارد را در جشنواره بین‌المللی پوسان صاحب گشت. قرار است این فیلم همچنین در جشنواره دریای سرخ، در جشنواره فیلم کرولو در هند به نمایش گذاشته شود. در این شب و روز که اکثر ساکنان کشور از محدودیت شدید برق شکایت می‌کنند، برخی از ساکنان کولاب راه رهایی از بی‌برقی را پیدا کردند. آنها در بام خانه‌هایشان پنل آفتابی نصب می‌کنند. این سبب شده است که طلبکاران پنل‌های آفتابی در شهر زیاد شوند. آیا آن با نرخ پنل‌های آفتابی تاثیر رسانده است؟ محمود رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
جیانگول راه خلاصی را از نارسایی برق یافته است. این ساکن شهر کلوب اوستا آورده است تا در بام خانه‌اش 2 پنل آفتابی گذارد. آنها در مجموع 1 کیلووات نیروی برق می‌دهند. میگوید تاکنون 8000 سومانی معادل تقریباً $800 خرج کرد. در آینده میتواند تعداد پنل ها را بیشتر کند و برق زیادتر گیرد. خیلی با سوم باشه با زیادش کنی استفاده میبری با دیگه چیزارانی ترمکس استفاده میبری ماشین جامعشویی استفاده میبری میشه و خیلی سوم باشه با زیادش کنی حاضی ما فقط همون روشنی من میته دیگه هیچ را استفاده برده نمیتونیم همین قدرش زور مناسب گرفتیم با سوم باشه با دبف کش کنی مقصد زیادش کنی میشه. جیانگول دوزنده است و کمبودی نیروی برق در چند هفته اخیر بازارش را سست کرد. حالا با نصب پنل های آفتابی دوباره فعالیتش را جان بخشیدن است. میخواهد پولی بیشتر جمع بیارد تا قرض بانک را زودتر پردازد. یازی 1 کیلووات ما سوید میته. نم 1 کیلووات ما 8000 سومون گرفتیم. خیلی قیمت یک زوری مردم نمیرسه را خریدنده. ما را میزور ما نرسید خیلی قرض گرفتیم. خیلی ارزانتر باشه ممکن زورشون برسه خرید کنن. سویتمون هم 2 ساعت میتن میکشن همه دیگه تاریک میشه و نمیشه و این خشر روشنی میته. این شب روز به مثل جیانگول طلبگاران پنل های آفتابی در کلوب افزودند. تاجران میگن این بسته تنها از پنل آفتابی عبارت نیست. هر خانواده برای نصب پنل باید اینورتور یا 2 اکومولاتور بخرد. نرخ اینورتورهای 1 کیلوواته‌ای از 1500 سومانی سر می شود. هر سال در ایام تیرماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت یا لیمیت برق جاری می شود. این سال محدودیت سخت‌تر شده شهرهای مرکزی از جمله بعضی از گوشه‌های دوشنبه را فرا گرفت. نمایندگان حکومت خشکسالی و کاهش مجرای آب در رودخانه‌ها را یک سبب اصلی این مشکل بزرگ می‌دانند. بعضی از ساکنان به بهتر شدن وضع هوا و اجرای وعده مقامات که احتمال ماه می سال 2027 کمبودی انرژتیکی در تاجیکستان از بین رود امید بستند. برخی دیگر به مثل جیانگول تلاش دارند که دشواری را با نیروی خود حل کنند تا هم در تاریکی نمانند و هم کاری خود را پیش برند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. هنر مینیاتور نگاری کمال‌الدین بهزاد مصوری معروف فارسی زبان از نام افغانستان به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کرده شد. سازمان گفت این هنر برای حفظ بافت فرهنگی و هویت تاریخی مردم افغانستان نقش محوری دارد. تصمیم در نشست 20 یونسکو در هندوستان اعلام شد. جلسه 11 دکامبر به پایان رسید. محمد همایون عزیزی سفیر افغانستان در فرانسه گفت افغانستان و هنر آن زنده است و هیچ تاریکی نمیتواند روشنایی فرهنگ افغانستان را خاموش کند. پیشنهاد افغانستان برای ثبت هنر مینیاتور نگاری کمال‌الدین بهزاد هنوز سال 2021 و ظاهراً پیش از به سر قدرت رسیدن طالبان صورت گرفته است. کمال‌الدین بهزاد ثروت فرهنگی تاجیکستان نیز شمرده می شود و آثارخانه ملی جمهوری با نام اوست. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای 12 دکامبر خبر می دهد. ساختمان اولین خطهای راه آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. 10 سپتامبر سال 1929 از راه نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید، ولی تاریخ بنیاد وکزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد، ولی نقشه های پیوستن به شبکه های راههای آهن بین المللی هنوز روی کاغذ میمانند.
12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها با عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا می‌کند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب می‌کند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. натиҷаҳои як таҳқиқоти бунёди атфоли созмони милали муттаҳид муайян кард ки дар тоҷикистон 12% кӯдакон шаҳодатномаи таваллуд надоранд. натиҷаҳои таҳқиқоте ки 12 декабри соли 2013 эълон шуд ба боло будани омори атфоли бесанад дар минтақаҳои шаҳрнишин ишора мекунад. бисёр ҳамсариву бепадаркалон шудани кӯдакон ва дастнигарии оилаҳо аз сабабҳои асосии ин мушкил будааст. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 116 سومانی، 100 یورو به 1080 سومانی و 100 دلار 922 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود، اما شما می توانید روزهای استراحت هم در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زودی در اینستاگرام و تیک تاک و تلگرام از خبر و گزارش‌های نو با خبر باشید. استراحت خوب، خدا نگهدار.